الحمد لله وعلى رسوله وحبيبه خير خلقه محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. 51 نشانه از علائم و نشانه های قیامت کثرت الروم، زیاد بودن رومی ها و قتالهم للمسلمین و جنگ آنها با مسلمان هاست. مستورد قریشی در نزد عمرو بن العاص رضی الله عنهما گفت که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، من شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند تقوم الساعه و الروم اکثر الناس، قیامت برپا میشه و رومی ها اکثریت مردم می باشند. در لفظ دیگر حدیث می آید لا تقوم الساعه و الروم اکثر الناس، قیامت برپا نمیشه مگر اینکه روم غلبه پیدا بکنه و تعدادشان زیاد باشه. فقال له عمرو بن العاص به طرف مستورد گفت که ابصر ما تقول، آنچه را که میگویی آگاهانه بگو، یعنی دقیقا آیا شنید تو که رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین گفته باشه؟ او در جواب فرمود که اقول ما سمعت من رسول الله صلی الله علیه و سلم، من میگویم آنچه را که شنیدم از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب در این حدیث بیان میشه که یکی از نشانه های قیامت و علائم این که قیامت نزدیک است و واقع میشه این است که رومی ها زیاد میشن. روم چی را گفته میشه؟ قسمت های از اروپا و قسمت های هم از آسیا، مثلا ترکیه، قسمت های از سرزمین شام و فلسطین که در اون وقت تحت سلطه رومی ها بود. یعنی بر علاوه رومی ها اروپا، رومی ها بالای قسمت های از آسیا هم تسلط داشتن. جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اینها بیشتر میشوند. این به دو معناست، یکی این که از نگاه نفوس و تعداد بیشتر میشوند، یعنی رومی ها اروپایی ها تعدادشان بیشتر میشه، زیاد میشه، کسانی که مسیحی هستند. و در معنای دیگری حدیث اگر سلطه باشه یا نفوذ باشه واقع شده، یعنی از نگاه نفوذ، از نگاه سلطه و از نگاه قدرت رومی ها در اکثریت قرار میگیرن و این فعلا واقع شده. شما میبینیم که اروپا و غرب فعلا حرف اول رو میزنن در دنیا، هم از نگاه قدرت، هم از نگاه نظامی، هم از نگاه سیاست، اقتصاد و همه چیز در رده اول قرار دارن. از نگاه سلطه باشه این حدیث واقع شده و اگر از نگاه نفوس باشه در آینده ها یا نزدیکی های قیامت این موضوع تحقق پیدا میکنه. 52مین نشانه فتح القسطنطنیه، فتح قسطنطنیه هست. قسطنطنیه هم در ترکیه واقع است. ابی هریره رضی الله عنه میفرماید که نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند سمعتم بمدینه جانب منها فی البر و جانب منها فی البحر، آیا شما از یک شهری که یک قسمتی از او با بحر همجوار است و یک قسمتی از او با خشکه، از این تو یک شهر شما شنیدین یا نشنیدین؟ گفتن بله. هدف رسول الله صلی الله علیه و سلم قسطنطنیه بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تقوم الساعه حتی یغزوها 70,000 من بنی اسحاق، قیامت برپا نمیشه مگر اینکه 70,000 از بنی اسحاق با اینها می جنگن، با کسانی که در قسطنطنیه هستند. فاذا جاءوها نزلوا فلم یقاتلوا بسلاح، اینها وقتی که میآیند شهر را فتح میکنن و جنگ اینها با سلاح نمی باشه. یعنی 70,000 نفر از بنی اسحاق که با اینها می جنگن با سلاح نمی جنگن. و بنی اسحاق را هم علما چندین تعبیر کردن. بعضی از علما میگه که هدف اینها عجم هست، مسلمان های غیر عرب. بعضی ها میگن نه، همی بنی اسحاق است، مسیحی هستند، یهودی هستند اما مسلمان میشوند، کسانی است که در غرب مسلمان میشوند. و امروز ما شما میبینیم که الحمدلله اسلام در غرب بسیار به سرعت روان هست، یعنی دینی هست که در بالاترین درجه رشد قرار داره، توسعه، یعنی نسبت به هر دین دیگری، حتی نسبت به مسیحیت، نسبت به یهودیت و نسبت به ادیان دیگر
هندویزم و سیکیزم و بودایزم و غیره، اسلام بیشتر در حال گسترش و در حال توسعه هست و مردم زیادی رو به اسلام میارن و انشاءالله که در آینده ها بیشتر از غربی ها مسلمان شوند و اونها از جمله کسانی باشند که جهاد بکنن و طبعا وقتی که ایمان بیارن و در راه الله جهاد بکنن اونها بهترین انسان ها می باشند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این جنگ با سلاح نیست، ولم یرموا بسهم، بلکه حتی یک نیزه را اینها پرتاب نمیکنند، بلکه میگویند لا اله الا الله فیسقط احد جانبیها. وقتی که لا اله الا الله میگن یک قسمتی از این سقوط میکنه از این شهر قسطنطنیه. ثم یقول الثانیه، بعد از مرتبه دوم میگن لا اله الا الله والله اکبر، یعنی تکبیرگویان اینها وارد میشوند در اوج ایمان، در اوج توکل، در اوج استقامت. فیسقط جانبها الاخر، قسمت دیگر ای هم چی میکنه؟ سقوط میکنه. ثم یقول، باز میگوین لا اله الا الله والله اکبر فیفرج لهم. اینها وقتی میگن لا اله الا الله والله اکبر، شهر دیگه دروازه ها برای اینها باز میشه و اینها فیدخلوها، وارد چی میشن؟ وارد شهر میشن. فیغنموا، اینها غنیمت میگیرن. فبینما هم یقتسمون الغنائم اذ جاءهم الصریخ، وقتی که اینها در تقسیم غنائم مصروف میباشن، یک ندادهنده می آید، یک کسی صدا میکنه که ان الدجال قد خرج، به تحقیق دجال خروج کرد، یعنی دجال آمد. این حدیث به این معناست که یعنی اول قتال مسلمان ها یا جهاد مسلمان ها با کی واقع میشه؟ با رومی ها، با اهل قسطنطنیه و اینها هم از بنی اسحاق می باشن، یعنی اروپایی های مسلمان می باشه یا مسلمان های غیر عرب، یا بعضی از محدثین میگن نه هدفش بنی اسماعیل هست، به لفظ دیگری بنی اسماعیل آمده و هدفش مسلمان های عرب است. خوب، هر حال هر کسی که باشه جماعتی از مسلمان هاست که با اینها می جنگن و در 3 تکبیر شهر را چی میکنن؟ فتح میکنن. و بعد از این وقتی که در تقسیم غنایم مصروف می باشند، دجال خبر می آید برشان که دجال با لشکرش آمد. فیترکون کل شیء و یرجعون، اینها همه چیز را رها میکنن. یعنی مسلمان های اون وقت مسلمان های مخلصی می باشند، زیاد وابسته به دنیا نمی باشند، دلبستگی به مال دنیا ندارند، غنیمت را رها میکنن و بر میگردن تا اینکه دوباره آمادگی بگیرن و با دجال بجنگن. خب در این حدیث درسی که برای ما و شما بیان میشه این است که جنگ مسلمان ها با کفار تنها به اسلحه و امکانات وابسته نیست، که اگر مسلمان سلاح داشته باشه، امکانات داشته باشه، تعدادش زیاد باشه، بعد از او افتخار بکنه که حالا ما پیروزی میشویم. نه، جنگ مسلمان و پیروزی مسلمان به همون اندازه ای که به اسباب و امکانات و تجهیزات وابسته است، بیشتر از این به اخلاص، به توکل، به ایمان و تقوا وابسته است. یعنی مسلمان اگر هر قدر سلاح داشته باشه، امکانات داشته باشه، که ایمان نداشته باشه باز هم شکست میخوره. و اگر ایمان داشته باشه انشاءالله با همون امکانات کم هم چی میشه؟ پیروز میشه و الله جل شانه برای از اینها پیروزی نصیب میکنه اگر واقعا همه اهل صبر و اهل استقامت و اهل ایمان باشن. یعنی فتح قسطنطنیه، حالا قسطنطنیه از جمله شهرهای ترکیه هست که در اونجا مسلمان ها هم زندگی میکنن. این حدیث به این معناست که آنقدر کفر غلبه میکنه که دیگه اینها پس دوباره در این شهر مکمل کفار زندگی میکنن. بعد از او دوباره جهاد صورت میگیره و مسلمان ها ایره از دست کفار میگیرن تا ای که چی؟ دجال میآید. و بعد از دجال خب معلوم است که در مقابل دجال مهدی و عیسی علیهم السلام می جنگن و بعد از او واقعات دیگری می آید که انشاءالله ما و شما این وقایع را در یعنی نشانه های کبرا، نشانه های بزرگ قیامت ما و شما می خوانیم، حالا به اون موضوعات نمی پردازیم. 53مین نشانه از علائم قیامت خروج القحطانی، یعنی در آخر زمان یک مردی از قبیله قحطان می آید. امام احمد و شیخان یعنی بخاری و مسلم
روایت میکنن که ابی هریره رضی الله عنه فرمود لا تقوم الساعه، قیامت برپا نمیشه حتی یخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصاه، که قیامت برپا نمیشه تا اینکه یک مردی از اهل قحطان، قبیله قحطان در یمن هست، این خارج میشه و این حکومت را بر دست میگیره، عدالت برقرار میکنه و حتی آنقدر مردم از این اطاعت میکنن و از این پیروی میکنن که یعنی با عصای خود مردم را کنترل میکنن. فقط با عصای خود مردم را چی میکنه؟ کنترل میکنه. و این یک کنایه هست یا نشانه است از این که قدرت یزی و حکومت و حاکمیت یزی فراگیر میشه و همه مردم از این اطاعت میکنن که تا هنوز این نشانه واقع نشده. یعنی از نشانه هایی است که در آینده میآید. ما شما به ترتیب گفته بودیم وقایع را، همین نشانه های صغرای قیامت به ترتیب وقوع میخوانیم. از ابتدا شروع کردیم تقریبا تا 45-46 رسیدیم. همون نشانه هایی بود که در گذشته واقع شده بود یا در عصر ما و شما. و حالا نشانه هایی را میخوانیم که در آینده میآید، هنوز واقع نشده. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر آخر الزمان هست برای همه زمان ها، بعد از خودشان تا اینکه قیامت برپا میشه این احادیث چراغ راه هست. و این معنی نیست که همه این نشانه ها در یک زمان واقع شود و باقی زمان ها یعنی چیزی نباشه که وقایعی که مردم اون زمانه را بیدار بسازه، آگاه بسازه، نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به اونها معرفی بکنه، بلکه این احادیث هر کدام به ترتیب در زمانهای مختلف واقع میشه. و بعضی از نشانه ها هم بود که چندین بار واقع میشد، بعضی از نشانه هاست که یک بار واقع میشه. مثلا رجل قحطانی یک بار واقع میشه. 54مین نشانه قتال الیهود، جنگ با یهود. قتال هر جایی که در قرآن میآید قتال به معنای جهاد مسلحانه است. و اگر کلمه جهاد میآید باز جهاد چندین معنا دارد. جهاد تلاش را گفته میشه، کوشش، هر کوششی که در راه دین باشه او را جهاد گفته میشه. اما وقتی که کلمه قتال ذکر شود این مطلق و مبارزه نظامی و رو در رو هست. امام احمد رحمت الله علیه از سمره بن جندب رضی الله عنه روایت میکنه، یک حدیث بسیار طولانی را که نبی کریم صلی الله علیه و سلم در یک روزی که آفتاب گرفته بود، کسوف واقع شده بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم در منبر به مردم موعظه کردند و نشانه های زیاد از قیامت را بیان کردند و در آخر ذکری از دجال کردند که دجال میآید و انه یحصر المؤمنین فی بیت المقدس. یعنی دجال مسلمان ها را در بیت المقدس محاصره میکنه، یعنی لشکرش زیاد است، مسلمان ها را در محاصره میگیره. فیزلزلون زلزالا شدیدا، که مسلمان ها بسیار متزلزل میشوند، یعنی آنقدر اینها را در محاصره میگیره که همگی انتظار مرگ را میکشند. ثم یهلکه الله تبارک و تعالی و جنوده. بعد از او الله جل شانه دجال را و جنودش، لشکرش چی میکنه؟ هلاک میکنه اینها را. و این حدیث در احادیث دیگر زیاد توضیح داده. یعنی دجال ابتدا میآید با مسلمان ها میجنگه، و تا آنجا پیشرفت میکنه که بجز مکه و مدینه دیگه در همه زمین میگرده، بجز مکه و مدینه. و اینجا رسول الله صلی الله علیه و فرمان که مسلمان ها را در بیت المقدس چی میکنه؟ محاصره میکنه و بعد از او الله اینا هلاک میکنه. یعنی الله جل شانه مهدی علیه السلام و عیسی علیه السلام را میفرسته، اونها دوباره مسلمان ها را متحد میسازن، با دجال میجنگن تا اینکه دجال و جنودش، لشکرش چی میشه؟ هلاک میشه. یعنی مسلمان ها اینها را شکست سختی میدن. و شکست دجال در سرزمین شام است، سرزمین سوریه امروزی، در یک چاه میافته. بعد از او الله جل شانه اینها را شکست میده تا اینکه حتی ان جذم الحائط یا اصل الشجره لینادی. یعنی وقتی که رهبر اینها دجال کشته میشه و پیروانی از این پشت هر درخت و هر سنگ و هر دیوار پت میشن، پشت هر حائط و شجره و دیوار و بالاخره سنگ ها پت میشن
بعد از او رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که امی سنگه ها، دیوارها، درختها صدا میکنه یا مؤمن، ای مسلمان ها. میگه یا مسلم، هذا یهودیون، بیا که یک یهودی در پشت ما پت شده. انشاءالله این روز میآید که الله جل شانه اینها را آنقدر منفور میسازه که حتی طبیعت از اینها نفرت میکنه. یعنی آنقدر یهود قوم زشت است، قوم پلیت است و قوم نجسی هستند که یعنی حتی طبیعت از اینها بیزار میشه. واقعا قرآن را بخوانین، قرآن سراسر از یهود شکایت میکنه. یحرفون الکلم عن مواضع، اینها کتاب الله جل شانه را چی کردن؟ تحریف کردن. آنچه را که دلشان میخواست پذیرفتن و آنچه را که مخالف میلشان بود اینها رها کردن. و یقتلون النبیین بغیر الحق، اینها چی کردن؟ پیامبران الله جل شانه را بناحق شهید کردن. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایند که حتی وقتی هم بوده که روزانه 70 پیامبر در بنی اسرائیل به شهادت میرسیدن. الله پیامبر میفرستاد، اینا به قتل میرساندن. یعنی قوم بسیار سرسخت است. و امروز هم شما میبینین که جهان را چقدر به عذاب ساخته. حتی کل بین الملل، زیاد از کشورهای اروپایی، حتی برزیل، کشورهای کفری هم از این نفرت پیدا کرده ولی زورشان نمیرسه، چون شیطان بزرگ امریکا در پشت اینها چی است؟ ایستاد است. تنها این قرنهای گذشته امی هتلر که با یهود جنگید و 6 میلیون یهود را از بین برد، یک کتاب داره به نام نبرد من. باز در کتاب خود ذکر میکنه که من میتوانستم که همه یهود را از بین ببرم، لیکن یک تعدادی از این من گذاشتم تا نسل آینده بدانند که اینا چقدر خبیث هستند، باز مرا ملامت نکنند که هتلر همه یهود از بین برد. و من میتونستم همه از این بکشم، یک چند تایش ماندم تا نسلهای آینده بشریت مرا ملامت نکنه. و در کتابش ذکر میکنه که هر خباثتی که هست، هر فحشا و منکراتی که هست، هر جنگی که هست، اگر شما ریشه یابی بکنین در پشت سری از یهود وجود داره. در کل کره زمین میگه هر خباثتی که وجود داره شما اگر ریشه یابی بکنین در پشت از چی است؟ یهود است. و الله جل شانه در قرآن میفرماید که کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، هر جایی که اینها جنگ افروزی میکنن، مردم را جنگ میاندازن، ملت ها را با یکدیگر میجنگانن، الله جل شانه ایره چی میکنه؟ خاموش میسازن. و امروز پشت همه اینمی برنامه های مزخرف، پشت همه برنامه هایی که بشریت را به تمسخر گرفته، پشت همه اینها یهود است. چیزی که برنامه های سودی هست در کل جهان، درجه اول ازی در دست یهود است. همین فیلم های مزخرف، فیلم های غیر اخلاقی، تمامی سایت هایی که پخش میکنه سایت های یهودی است، از دست یهود است. همه یمی فحاشی خانه ها، همه یمی کارخانه های تولید شراب، شما تحقیق بکنین، همه ازی در دست یهود است. یعنی واقعا هر فسادی که در روی زمین هست از دست یهود سرچشمه میگیره. البته دیگه ملت هم در شریک هستن ولی کم، حد اکثر را اونها می داشته باشن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که حتی طبیعت از اینها انکار میکنه و میگوید که یا مسلم هذا یهودیون، ای مسلمان بیا اینجا که یهودی در پشت ما پنهان شده. ما شما در دیشب یا پریشب خواندیم در یکی از نشانهای قیامت که جمادات و حیوانات با انسان گپ میزنه و یکی از مواردی که گپ میزنن امیر روز هست که به مسلمان ها صدا میکنن هذا یهودیون هذا کافرون تعال بیا فقتله، ایره چی بکن؟ از بین ببر. و واقعا مسلمان هایی که در او جهاد سهم دارن دیگه خیلی مسلمان های خوبی هستن که انتقام عصر امروزی را از یهود میگیرن. و واقعا یهود بسیار یعنی بسیار جنایت پیشه هستن. شما اگر سیرت را بخوانین 5-6 قبیله یهودی که بنی قینقاع و بنی نذیر و بنی قریظه و خیبر و دیگه فدک و غیره در اطراف نبی کریم صلی الله علیه و سلم وجود داشتن، جز توطئه، جز شیطنت، جز تخریب، حتی ترور نبی کریم صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر قدر که با اینها حوصله میکرد، از روی تسامح، از اخلاق کار میگرفت،
امی باطنا یهود با مسلمان ها دشمنی داره. یعنی به این معنی است که پیامبر صلی الله علیه و با اینها نرمی نکرده باشه. پیامبر صلی الله علیه و از اخلاق نبوت کار گرفت، اما اینها به هیچ وجهی مسلمان را نمیپذیرند. و الله جل شانه این چنین یک روز را ان شاء الله بالایشان میاره که سنگ و چوب صدا میزنه که یهودی است، بیا ایره چی بکن، از بین ببر یا ایره بکش. همچنین ابی هریره رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و فرمودند لا تقوم الساعه، قیامت برپا نمیشود حتی تا اینکه یقاتل المسلمون الیهود، مسلمان ها با یهود میجنگند، فیقتلهم المسلمون، مسلمان ها اینها را یعنی جهاد میکنن، با اینها قتال میکنن، اینها را از بین میبرن، حتی یختبئ الیهود من وراء الحجر و الشجر، تا اینکه یهود در پشت سنگها و درختها پنهان میشه. فیقول الحجر، سنگ میگوید که، یا شجر درخت میگوید یا مسلم، ای مسلمان، یا عبدالله، ای بنده الله، هذا یهودی خلفی، یهودی در پشت ما پد شده، فتعال فقتل، بیا و ایره چی بکن، از بین ببر. چه یک روز نیک و مبارکی است. فقتله، ایره چی بکن، ایره بیا تو از بین ببر و ایره دیگه فرصتش نته. و در حدیث دیگر جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اکثریت لشکر دجال یهودی می باشه. اکثریت لشکر دجال از یهود می باشه، یعنی یهود لشکر دجال را تشکیل میتن. در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ابی امامه باهلی میگه که خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما خطبه ارائه کرد، موعظه گفتن. فکان اکثر خطبه عن الدجال، در این خطبه فکان اکثر خطبته عن الدجال، در این خطبه شان زیاد از دجال برای ما یادآوری کردن. و حذرنا، و ما را از او ترسانیدن. یعنی دجال خود زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نامده. وقتی پیامبر صلی الله علیه و با اونها میگفت، یعنی این پیام با آخر امت هم انتقال پیدا بکنه. این پیام باید برای ما و شما هم برسه و از طریق ما و شما با آیندگان هم انتقال پیدا بکنه. فذكر خروجه، رسول الله صلی الله علیه و ذکر کردن خروج دجال را. ثم نزول عیسی علیه السلام لقتله، بعد از او نازل شدن عیسی علیه السلام برای قتل عیسی علیه السلام را ما شما در قرآن میخوانیم که وقتی یهود محاصره کردن، الله جل شانه عیسی علیه السلام را به آسمان ها برد. بعد از او عیسی علیه السلام در آخر زمان دوباره نازل میشه، پایین میشه، به شریعت اسلامی حکم میکنه، اختلافات را از میان مسلمان ها دور میکنه، یعنی مذاهب و تفرقه ها، مذاهب فکری، مذاهب فقهی، هر چی که از همه اینها را دور میسازه و فقط مثل جناب نبی کریم صلی الله علیه و دوباره مسلمان ها را بر شریعت واحد جمع میسازه. و بعد از او عیسی علیه السلام میگه در جنگی که با دجال داره، میگه افتحوا الباب، دروازه را باز بکنین. فیفتح، دروازه باز میشه، و راءه الدجال، پشت دروازه دجال میباشه، معه 70,000 یهودی، همراه از دجال 70,000 یهودی میباشن. از امو یهودی هایی که همراهشان یعنی چی میباشه؟ سیف، شمشیر میباشن. بعد از او فاذا نظر الیه الدجال ذاب کما یذوب الملح فی الماء و ینطلق هاربا، یعنی امی کسایی که نزدیک دجال هستن، الله جل شانه برای دجال قدرت های خارق العاده هم داده. یک فتنه بسیار بزرگ است. فتنه از دجال کده بزرگتر وجود نداره. ما شما در بخش نشانه های بزرگ قیامت میخوانیم، الله جل شانه قدر قدرت میتبرش که در آفتاب روشن که گرم است میگه برف ببار، لحظه تیر نمیشه که باریدن برف شروع میشه. در روز تابستان میگه باران ببار، باران میباره. از زمین خشک میگه از زمینی که میبینی برات کدام میوره بیرون بکنه. مثلا تو میگی برای من سیب، همینجا درخت سیب میرویه، میوه میگیره،
پخته میشه و تو میخوری. یعنی الله جل شانه برای از او قدرت های عجیب و غریبی داده. امی کسایی هم که نزدیک چی هستن، اینجا در حدیث میگه که دجال به طرفی از اینها سیل میکنه، ذاب کما یذوب الملح فی الماء، اینها ذوب میشن، یک تعداد از اینها شهید میشه، یعنی ذوب میشن مثل که وجود نداشت. مثل که امروز سلاح‌های لیزری مسلمان ها را میزنه، مجاهدین را میزنه، هیچ میری که نه استخوانش مانده و نه چی، یک کمی زغال هم باقی نمانده باشه، دیگه هیچ چیزی باقی نمیمانه. البته بعضی از علما در انباره دجال هم میگن که این از جمله احادیث متشابه هست، این تو یک نفری نمیایه که جسماً یک چشمش کور باشه و یعنی یک نفر باشه، بلکه میگه نظام غربی نظام دجال هست. هم همون صفاتایی را که الله جل شانه به دجال ذکر کرده در این هم چی است؟ موجود است. واقعا همیست امروز میگه کسی را برش جنت بسازانه میبرش اروپا، پول امکانات همه چیز در دست. اگر بخواد دوزخ بسازه فوری میزنه در سلاح‌های آتش‌زا از بین میبرش. یعنی خیلی قدرت ها هم دارن، اون ابرهای مصنوعی هم ساختن، باران و بالاخره بعضی از علما میگن، نظر بعضی از علما هم است که دجال، احادیثی هم که درباره دجال آمده احادیث متشابه است. ان شاءالله در بخشی از این ما و شما این را بسیار چی میکنیم، دقیق با تمام جزئیات میخوانیم. و بعد از او عیسی علیه السلام با این میجنگه، حدیث طولانی است و بالاخره این را از بین میبره. وقتی که دجال از بین رفت لشکرش تیتو پراگنده میشه و در همون وقت هم اینا تسلیم نمیشن که اسلام بیارن. وجودی که عیسی علیه السلام را میبینه، عیسی علیه السلام دجال را از بین میبره، همون وقت هم تسلیم نمیشن که ایمان بیارن بگن لا اله الا الله محمد رسول الله، بلکه همون وقت هم میرن پت میشن تا ای که منتظر از ای که یک فرصت دیگه مساعد شود تا دوباره لشکرآرایی بکنن. اما او وقت دیگه سنگ و چوب و هیچ چیزی برای از اینها جای نمیته. و ان شاء الله که این چنین یک روز بیایه و زمین را از لوث این یهودی ها و این نسلی که با الله و پیامبر و با هر چی که از خوبی ها و هر چی که از نیکویی هاست دشمنی دارن، این نسل الله جل شانه از روی زمین نابود بسازه. الله جل شانه برای ما و شما توفیق نصیب بکنه تا اینکه در تحت سایه و روشنایی این احادیث بتانیم که زندگی خود را و ایمان خود را و استقامت خود را به درستی تنظیم بکنیم. یعنی یه حدیث برای ما و شما عزیزان محترم این پیام را میرسانه که در آخر زمان فتنه ها و جنجال ها، کشمکش ها، هرج و مرج زیاد میشه. مسلمان باید بسیار صبور باشه، با استقامت باشه و یگانه چیزی را که کوشش بکنه که همیشه حتی اگر رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که به نواجذ با عمود دندان ها می باشه که محکم بگیری، ایمان را چی بکنن؟ ایمان را محکم بگیرین. یعنی آخر زمان زمانه فتنه هاست، زمانه است که الله جل شانه با روش های مختلف مسلمان ها را ایمانشان را میازمایه. پس باید ما و شما تلاش بکنیم که ایمان خود را قدرش بدانیم و این نعمت بزرگ و این نعمت بی‌بدیل الهی را همیشه تلاش بکنیم که حفظ داشته باشیم. واقعا ایمان نعمتی است که هیچ بدیل و مانند و نظیری نداره، هیچ نعمتی از این کرده کاملتر و بهتر نیست. و هرگاه اگر مسلمان را الله جل شانه در ابتلا و آزمایش قرار داد، فقر آمد، سختی ها آمد، مشکلات آمد، هر چی که آمد، در آخر زمان اینها را چی بگیره؟ نادیده بگیره و تلاش بکنه که هرچی از دستش رفت بروه، ولی ایمان از دست انسان نروه. اصل احادیث آخر زمان هم برای ما و شما احادیثی است که ایمان را بیان میکنه تا متوجه ایمان خود باشیم و در فتنه ها نیفتیم. واقعا هر کس از ما و شما ایره در زندگی دیده، یک پدری مثلا یک کسی است که نصیحت میکنه بر انسان متوجه باش، یا حتی گاهی اوقات اگر یک کسی سفر میکنه، یک کسی که راه را بلد است برش میگه متوجه باش که باز میری در فلان جا فلان موضوع پیشت میاد، راست برو، چپ برو، مستقیم برو. یک کسی که راه را بلد باشه برش میگه از این وادی خود به هدف برسان، متوجه باش که از فلان راه نروی که در هلاکت میافتی. همین قسم جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله از طریق وحی
از فتنه های آخر زمان آگاه بودن، واقف بودن و یک برای ما شما بیان کرده که اگر واقعا تو جوینده حقیقت هستی، دنبال حق و دنبال روش درست هستی، رسول الله صلی الله علیه و سلم همه چیز را برات چی کرده؟ بیان کرده. همه چیز را برات گفته که در هیچ عصری تو در تنگنا و در مشقت و در سختی و در ظلمت و تاریکی قرار نمیگیری. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم الله خیر.